به نام خداوند بخشنده مهربان و برنامه روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش آمدید. امام ترمذی و امام ابو داوود از عرباض بن ساره روایت میکنند که روز پیامبر صلی الله علیه و سلم پند و نصیحتی کردند که در نتیجه این پند و نصیحت دلهای ما آب شد، چشمهای ما گریان شد و فکر کردیم که این یک موعظه وداعی پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما هست و گفتیم که ما را پند ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کسی از شما پس از من زندگی میکند، پس از من زنده میماند، اختلاف ها و کشمکش های زیاد را خواهد دید. و صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که پس چیکار کنیم، چگونه از این اختلاف ها بیرون برایم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، یعنی که شما پابند سنت من باشید، پابند سنت خلفای راشدین من باشید و با اون سخت چنگ زنید و به دندانهای خود گزید، عضوا علیها بالنواجذ، یعنی که این شدت تمسک و شدت پابندی به سنت پیامبر و سنت خلفای راشدین را میفهمانند. از اینجا معلوم شد که آموختن سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم و آموختن سیره خلفای راشدین یک چیز حتمی است برای هر شخصی که میخواد که امت را تربیت کند یا نسل را تربیت کند و امتی را بنا کند. برای خیلی مهم است که به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب آشنا باشد، به سیره خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی خوب آشنا باشد. حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم این یک قصه ای نیست که ما هم گوییم و گذریم و رویم، بلکه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک قدم آن یک حکمتی هست، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند با حکمت فرستاد. حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم به دو دوره کلان تقسیم می شود. دوره مکی، یعنی اون زمانی که در مکه پس سر کردند، و دوران مدنی، اون زمانی که در مدینه پس سر کردند. و هر یکی از این دوره ها ویژگی خود دارد، چه دوران مکی باشد و چه دوران مدنی باشد. حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم همه جهت نگاشته شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی بودند که همه جنبه‌های حیاتشون در کتاب‌ها نوشته شده است. معامله‌هاشون با انسان‌ها، معامله‌شون با شخصیت‌ها، معاملاتشون با همراه همسراشون، همراه فرزنداشون، همراه خشتباراشون، همراه هم قبیله‌هاشون، همراه قبیله‌های دیگر، هم با نماینده‌های قبیله‌ها، با نماینده‌های دولت‌ها، اون با دولت‌ها چگونه معامله داشتند. همه این در کتاب سیره، در کتاب‌های تاریخ نیز نگاشته شده است. چرا اینقدر سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور دقیق نوشته شد؟ به طور دقیق از نسل به نسل داده شد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم الگو هستند، پیشوا هستند. الله تعالی در قرآن گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی برای شما مسلمان ها پیامبر صلی الله علیه و سلم یک الگوی هست، یک پیشوایی هست که باید با او اقتدا کنید در همه جنبه های حیات. بنابراین حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم مفصلا در کتاب ها نوشته شده است. مثلا گاهی می‌بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعقیب است، گاهی می‌بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شکنجه است، گاهی می‌بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت دارد یا از ظلم و شکنجه مشرکای مکه فرار میکنه به سوی مدینه میرود. گاهی می‌بینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم رئیس دولت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکر دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم عسکر دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم انسانی است که با دولت‌های بزرگ چون فارس و روم معامله دارد. یعنی هر دوی این دوره ها ویژگی خود را دارد. اینچنین ببینیم که گاهی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرسنه است، از گرسنگی در شکمش سنگ بسته است. گاهی می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه نشستند و بهترین و لذیذترین طعم‌ها را می‌خوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نسل را بنا کردند که تاریخ ساخت، یعنی که در مدت کوتاه توانستند اسلام را با دعوت بین فارس‌ها و بین روم‌ها و بین دیگر ملت‌های جهان پهن کنند. بنابراین هر حادثه‌ای که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود یک تحلیل عمیق می‌خواهد. یعنی مثلا گیریم دولت‌ها، مثلا بعض دولت‌ها عمری کوتاه دارن، بعض دولت‌ها عمری دراز دارن. هر دولت یک گوییم که واقعه دارد که همون واقعی که در اون دولت واقع می‌شود سالها تحلیل می‌شود. مثلا گوییم که بنا یافتن دولت سامانی، مثلا اسماعیل سامانی، چگونه در اطرافش تحلیل‌ها بسیار است و تا حال این تحلیل‌ها دوام دارند. چی مثلا تاریخ نگاران اسلامی، چی تاریخ نگاران غیر اسلامی در اطراف دولت سازی اسماعیل سامانی یا اینکه در اطراف واقعه‌های بزرگی که در زمان اسماعیل سامانی شده است کتاب‌ها نوشتند. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که حیاتشون در مدینه یا اینکه در مکه، در مدینه می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم سال دوم هجری جنگ بدر بود، سال سوم هجری جنگ احد بود، سال چهارم هجری جنگ با بنی
قینقاع بود، سال 5 هجری با جنگ احزاب شد، همینطور سال 7 جنگ خیبر، سال 8 فتح مکه و هاکذا. بعد که از این غزوهایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و و سبب‌های این غزوها تحلیل عمیق و تحلیل ژرف می‌خواهد. برای این شاید که 10 مجلد کتاب نوشته شد. بنابراین ما نمیتونیم که هر یک این واقعه ها را به طور مفصل برای شما نقل کنیم. فقط بعضی از جوانب آن را و بعضی حکمت ها را از این گوشه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، در علم سیره یا اینکه آموختن سیره ما باید یک چند چیز را به حساب گیریم. یک چند چیز را باید اعتبار دهیم. یکمش سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم این آشنایی با دومین سرچشمه و مصدر اسلام است. خلاصه ما با دوم سرچشمه اسلام آشنا میشیم وقتی با سیره آشنا میشیم. ما در حلقه گذشته گفتیم که سنت این جزء از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم این سیره هست. بنابراین ما وقتی که با سیره آشنا میشیم با دومین سرچشمه شریعت آشنا میشیم. دومین سرچشمه‌ای که برای ما فرمان می‌دهد، ما را از بعضی نهی می‌کند، برای ما بعضی مستحب گردانده، بعضی برای ما نافله گردانده و هاکذا. دومین چیزی که هنگام سیره را آموختن به اعتبار گیریم این آشنایی با خود شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. شخصیتی که فرستاده الله تعالی است، شخصیتی که از خداوند به مردم وحی می‌آورد، شخصیتی که الله تعالی او را ترسیمگری حیات مردم قرار داد. یعنی حیات مردم رو چگونه باید باشد توسط همین شخص برای ما بیان کرد. بنابراین آموختن حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما خیلی مهم است. چیز دیگری که ما باید هنگام سیره رو آموختن به اعتبار گیریم این است که ما با شخص آشنا میشیم که نمونه عملی قرآن در زندگی انسان است. یعنی شخصی که گفتی خدا رو نقطه به نقطه در حیات خود تطبیق کرد و برای ما نشان داد تا ما با در این چیز اقتدا کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میتون گفت که یک کاتالوگ، یک آیین‌نامه حیات مسلمان است، یا اینکه قطب‌نما یا خود کمپاس که انسان با اقتدا کردن و با استفاده بردن این دستورالعمل و این آیین‌نامه به هدایت و سعادت ابدی کامیاب می‌گردد. چیز دیگری که باید در هنگام سیره آموختن ما با اعتبار گیریم این محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. دوست داشتن محمد صلی الله علیه و سلم است که ما وقتی که سیره رو میخونیم با پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست میشیم، محبت پیدا میکنیم. هر قدر که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شناختیم همون قدر دوست میداریم. هر قدر که دوست داشتیم همون قدر ایمان ما مستحکم میشود. در حدیثی که بخاری مسلم روایت میکنن که لا یؤمن العبد حتی اکون احب الیه من اهله و ماله و الناس اجمعین. یعنی بنده ایمان نمیآورد، ایمانش کامل نمیشد، ایمانش پر نمیشود تا اون زمانی که مرا از اهل عائله خودش و از مال خودش و از همه مردم دوستتر ندارد. یعنی که محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم بالا از همه چیز است. بنابراین ما باید به سیره رو آوریم. نکته دیگری که ما وقتی سیره رو خوندن باید اعتبار دهیم این آن است که حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم همش حکمت است. الله تعالی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمت گفت. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که هر چیز رو در وقت مناسب و در زمان مناسب کار می‌فرمود. یعنی که ما از جزئیات حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌توانیم که به حکمت دستیاب شویم. حکمت رو یابیم در آن. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که مثلا یک حکمت است، نمیشه حکمت مرحله‌ای میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه 13 سال پیامبری کردن. یعنی که 13 سال در مکه زیستن، در اطراف کعبه طواف میکردن، در حالی که در اطراف کعبه 360 بت بود. 360 بت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه اون بت‌ها را زدند، نه آنها را شکستند، نه دشنام دادند. کاری نکردند. فقط طواف خودشون کردند، عبادت خودشون کردند. این مرحله حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه آمدند و گویم که بینای امت کردند، امت رو ساختند، در این حال یعنی که راضی نشدند که در نیم جزیره عرب حتی یک بت باشد. بنابراین خالد را فرستادند تا اینکه رود بعد از فتح مکه طائف فرستادند تا اینکه رود و اون بت بزرگی که در طائف است یا بت کلانی که در طائف بود اون بت شکند و نابود کند.
یعنی که مرحله اول که در مکه بودن خصوصیت خود دارد. مرحله دوم که بعد از فتح مکه بود لیکن ویژگی و خصوصیت خودش دارد. یا اینکه زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه بودند یاسر و زوجهش سمیه شکنجه میشدند. ابو جهل و ابو جهلی ها می اومدن سمیه رو شکنجه میکردن با وجود که زن بود. یاسر رو شکنجه میکردن با وجود که یک پیرمرد بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی گذشتند و دیدن گفتن که صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه. صبر کنه آل یاسر، جای شما جنت است. نرفتن با ابو جهل دست به گریبان داشتن، با ابو جهل زناشویی نکردن، ابو جهل حقارت نکردن، دشنام نکردن. این مرحله هست. دوم مرحله وقتی میبینیم که یک قبیله یهودی بین قینقا وقتی که یک زنی مسلمان عورتش کشیدن، این که زن مسخره کردن، پیامبر صلی الله علیه و آله برای دفاع از یک زن شده با اون قبیله بین قینقا جنگ اعلام کردن و بین قینقا رو از مدینه بیرون کردن. این مرحله بود. مثلا مرحله مکه بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه اینچنین برخورد کردن و این مرحله که در مدینه بودن دیگر به طور دیگر برخورد کردن. این یک واقع بینی پیامبر صلی الله علیه و آله میدونست. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و آله واقعیت رو خوب میفهمیدن، خوب درک میکردن. بنابراین هر قدمی که میگذاشتند قدمشون موافق به همون واقعیت بود، با همون گویم که واقعه و مرحله که با اون میگذاشتند طبق اون بود. یعنی که حکمت اختیار قرار مناسب در زمان مناسب است که پیامبر صلی الله علیه و آله در این خیلی دست بالا بود. یکی از دیگر جنبه‌های حیات پیامبر صلی الله علیه و آله این حکمت تدرج است. یعنی که زینه به زینه مردم به اطاعت خدای تعالی سوق میدادن. مثلا وقتی که عرق رو حرام کردن، پیامبر صلی الله علیه و آله یک بار نمیدن عرق حرام کنن. اول گفتن که عرق ضرر دارد، خیلی در آیات اومده است. عرق ضررش بیان کردن. بعد از اون گفتن که وقتی که انسان مست شد و عرق خورد به نماز نزدیک نشود، یعنی که تو دیگر حق نداره که با خدا روبرو ایستی. بعد از اون مرحله سوم گفتن که آخه بس میکنی یا بس نمیکنی شما. یعنی که مرحله به مرحله مردم بردن به همه چیز که خود مردم زینه به زینه با اینکه با ترک کردن همین چیز مهیا شد. یک مرحله دیگر یعنی که یکی از درس‌های دیگر از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله است که پیامبر صلی الله علیه و آله انسان میانه رو بودن، انسان وسطی بودن. خیلی در قرآن میگه و کذالک جعلناکم امة وسطا، و ما شما رو امتی وسط قرار دادیم. نه افراط و نه تفرید، نه تندروی، نه تندگرایی و نه بی‌پروایی در شؤون دین خودش. مثلا میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله زن گرفتن، حیات خود را ساختن، لیکن زن گرفتنشون پیامبر صلی الله علیه و آله از عبادت ها باز نمی‌داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله از اداره گویم که کارهای مردم باز نمی‌داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله از دعوت باز نمی‌داشت، از نماز باز نمی‌داشت. این چنین وسطیت مثلا در کار گفتن کار کنید، زندگی کنید. تا پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که هر شخصی که به گویم که مهنت دست خودش می‌خورد این حلال ترین نان است. و لکن گفتن که نماز تو فراموش نکن، روزه تو فراموش نکن، زکات تو فراموش نکن. یعنی که هر چیز جای خودش دارد. یعنی انسان باید انسانی چی باشد؟ وسطی باشد، نه تندگرا باشد و نه بی‌پروا باشد. انسان نباید که محبت به کارش او را از نماز باز دارد، یا اینکه از روزه باز دارد، یا اینکه از زکات باز دارد، یا اینکه و غیره. این بود بعضی از جنبه‌های حیات پیامبر صلی الله علیه و آله در آن زمان. خلاصه برادر عزیز، پیامبر صلی الله علیه و آله در یک زمان اومدن که دنیا رو ظلمت، پرده ظلمت پیچانده گرفته بود در همه اکناف عالم، چه در روم، چه در فارس، چه در هند، چه در چین، کجایی نباشد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده شدند تا اینکه همچون نور آیند و این ظلمت ها پراکنده شود از بالای مردم و مردم با خدای خود آشنا شوند. بنابراین ما در حلقه آینده درباره حیات مردم پیش از اسلام، یعنی که دوران جاهلیت صحبت خواهیم کرد. دوران جاهلیت یعنی که پیش از اسلام، حیات مردم در روم، در ویزانتا، در فارس، در هند و غیر از اماکن. تا حلقه آینده شما رو به پناه خدای تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.